2 شخصیت رو میخوام به توضیح بدم که قطعاً جزو یکیشون هستی. 1. شخصیت قربانی. وقتی کسی فکر میکنه همه مشکلاتش تقصیر دیگرانه یا دنیا علیهشه، توی تله شخصیت قربانی گیر کرده. نشانه هاش چیه؟ اول، همیشه دیگران رو مقصر میدونه. رئیس، دوستا، حتی شانس بد. یه سری دیالوگ های آشنا میگن، مثل من بد شانسم، امروز روز من نیست، یا همه با من دشمنن. دوم، احساس درماندگی میکنه و فکر میکنه هیچ کنترلی روی زندگیش نداره. سوم، مدام گله و شکایت میکنه اما قدمی برای تغییر بر نمیداره. مثلا اگه امتحانی رو بد بده، به جای مرور درس میگه سوالا غیر منصفانه بوده. اما برعکسش چیه؟ شخصیت مسئول. این آدما باور دارن که انتخابهاشون میتونه سرنوشتشون رو عوض کنه. اگه مشکلی پیش بیاد، به جای سرزنش محیط دنبال راه حلن. مثلا اگه کارشون رو از دست بدن، رزومهشون رو بروز میکنن یا مهارت جدید یاد میگیرن. فرقشون ساده است. قربانی میگه چرا من؟ و مسئول میگه چطور باید انجامش بدم.